داستان عشقی رزمی عبدمحمد للری. عبدمحمد للری چوپانی ساده و سلحشور بوده است. از منطقه‌ای در شمال غربی خاک بختیاری دیده به جهان می‌گشاید. در یک صبح دلانگیز بهاری دل در گرو دختری زیباروی به نام خدابس می‌نهد. عشقی به پاکی دشت‌های سرسبز. در یک شب مهتابی تصمیم می‌گیرند که زادگاه خدابس را ترک کنند. در شبی بهاری که مهتابی دلانگیز بوده است، عبدمحمد معشوقه را در ترک اسب خویش سوار و فرار می‌کند. بشنویم دنباله داستان را. زینوار خدابس هفت شب تیره عزیزان، هفت شب تیره. حسم کن پیشم کمر، حسم کن عبدمحمد للری وی تندتر پاور چی عزیزان، دی تندتر پاور چی جونای وی تندتر پاور چی. بعد از 7 شبانه روز راهپیمایی به شوشتر می‌رسند و عبدمحمد به صلاحدید طایفه تصمیم می‌گیرد به مال خود برگردد، به امید اینکه آب از آسیاب افتاده است. تا به قلعه زراس می‌رسد.
اما خان گرگر نقشه‌ای طرح کرده بود و عبدمحمد در قل و زنجیر می شود و زندانی و خدابس نیز به طایفه خود سپرده می شود، تا اینکه عبدمحمد با فریفتن آدمهای خان زنجیر را پاره کرده و فرار می کند. زنجیر عزیزان ویسی گل خریدو شیرینو ویسی گل خریدو عبدمحمد به سراغ معشوقه می رود تا به لنر و کتک می رسد، اما با جسد بیجان خدابس روبرو شده که برای شستشو به کنار رودخانه آورده می شود. کتک سلی زنای للر دیار دادی دادی داد لاش اسمی خدا بس من آدیار داده بیداده داده بیداد آی جونو چهارشنبه
عزیزان جونی سپردار شیرینای جونی سپردار ریش سفیدان عبدمحمد لللی را دلداری می‌دهند و معلوم می‌شود که برادران خدابس به علت از بین بردن حیثیت ایل و تبار او را مسموم و کشتند. عبدمحمد قسم می‌خورد که انتقام خدابس را از برادران و خان گرگر بگیرد و همین کار را نیز می‌کند. پس از کشتن برادران خدابس و پسر خان گرگر آواره صحرای جنون و کوه و بیابان می‌شود و بعد از این واقعه هیچ کس او را پیدا نمی‌کند و به افسانه‌ها می‌پیوندد. مردم حدیث این دلدادگی و عشق و نامرادی ناشی از زورمداری ایلخانان را سینه به سینه با اشعار ساده و دلانگیز خود به نسل‌های آینده منتقل کردند. باشد که گوشه‌ای از مظالم آنها به مردم نشان داده شود. کاغذی دی بنویسم وای به خانه گرگر کاغذی دی بنویسم وای به خانه گرگر به خدا وای مایی کشم دی تقاسه وای کوی عزیزان دی تقاسه وای کوی شیرینان دی تقاسه وای کوی جوم اسبی شیرکی و کفنم با دل خین خدابس برد الحدم با